گام بزنید برادرجان آخه هر یک چیز حد کنار خیش داره. التماس میکنم ای هر یک کدومتون همه یک بار در آینه نگاه که همه گپ در خودت بگو که خودت وجدان فضولیت بکنه. همین چیزایونه برادرجان زور شیدیم 400,000 پادپیچی و خواستم که شما فکرتون در کامنتر بنویسید که ما 400,000 پادپیچی شدیم چی برای شما پیشنهاد کنیم. کامنتر بنویسن همون استرویکا دا میریم یک آش برادرانه تاجیک میکنیم. برادرها همه کسا میشینیم میخوریم و بهترین میشوه. گون تشایمان نیست برادرجان عزیز. این همه شما این برادرها که مرا شخصا اول الله مهربان دیم شما با همین کلاهای بلند آوردین راست کنید دوستان. اگر در اومد ماه شریف رمضان روی خط برادرای هست که کمیزات هم برادرجان در ما یگان چی نتین کسی که میخواد در کامنتر نویسه نمره را میام یک نه 400,000 میشه 399,000 یک 400 پاتیچی نمیرسه شاید که اون الکی 400,000 شدن برادرجان. فقط با صبر دوستان عزیز کسی که در افیرای همین اورا با دوستا برای خودتون پنگ کنین در حق برادر دعا کنین ان شاء الله در حق رحیم پروداکشن. یک توصیه مفید برای شما. از ریختن موی سر تنقیسی میکشید پس شامپونی تریچپ برای شماست. ریشه‌های موی را سخت گردانده از ریختن باز می‌دارد. عصبانی هستید؟ گینکا بیلابا برای آرامی عصبی شما. روغن کدو و روغن سیاه‌دانه برای یز و ژلودکا و گاستریت. از پادرد و بغندت اذیت میکشید پس توصیه ما منتلین مز تایلند و ملحم میباشد. میخواهید که ریش و موی سری زیبا داشته باشید از مینوکسیدیل استفاده کنید. رد گینسن و سامیونوان برای فربهشوی شما و از فرمای سونامید باشد داروی گیاهی برای ساختن دیابت، پروستاتیت، پوچکی، پیچند و غیره ها را برای شما پیشنهاد میکنم. این همه را شما میتوانید از مغازه زیارتشو دسترس نمایید. البته با رقم های روی اکران بوده. شفای کامل به همه شما. بارک الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. امروز برادران عزیز یک چیز به حساب همه شما خواستم برسونم برادرجان در فدراسیون روسیه در برفی که بهار مسکو و بهار تاجیکستان الکی میدونه که مردم در گرمی ها سوخته سن زگرت سگرتی سن. دوستان عزیز خداوند همه موفق سلامت به وطن عزیز برگردیم. دوستان عزیز امروز برو اومدیم همین خنکیده که نوار برای شما پیشنهاد کنیم که 1000 رحمت کلان. دوستان عزیز ما 400,000 شدیم 400,000 پادپیچی و خواستم که شما فکرتون در کامنتر بنویسید که ما 400,000 پادپیچی شدیم چی برای شما پیشنهاد کنیم. فیلم زن ماجرا قسم دیش یگان کار دیگر یگان استرویکایی که در همین فدراسیون روسیه برادران غریبن یگان استرویکا شینا برادرها بدونن اگر در کامنتر بنویسن همون استرویکا دا میریم یک آش برادرانه تاجیک میکنیم. برادرها همه کسا میشینیم میخوریم و بهترین میشوه. با همین خاطر فکرتون نویسین دوستان عزیز. از همه میندارم که تا همین روز ما را تماشا کردین قدر کردین همت کردین 1000 رحمت کلان دوستان عزیز. یک چیز واسه همه شما برسونم برادرها 400,000 پادپیچی هستی یگان تشایمان نیست برادرجان عزیز. این همه شما این برادرها که مرا شخصا اول الله مهربان دیم شما با همین کلاهای بلند آوردین راست کنید دوستان. اگر شما یک روزنامه باشین برادرها یگان کاری ما معنی نداره یگان چیزی ما هم یگان کار نمیشه. از اون جمله کارهایی که خیری میکنیم برادرها میگن که اکی رحیم تی خیلی نه برادرجان من یگان چی نمیکنم برادر ما میرم ای پیش نوارش میکنم برادرجان برای شما پیشنهاد میکنم شما برادرها سامیختون میگذارین دستگیر میکنین ان شاء الله صحبتش به هر یک کدام شما میرسه. و نفرانی که میخواین دست کمک دراز کنین در اومد ماه شریف رمضان روی خط برادرای هست که کمیزات هم برادرجان در ما یگان چی نتین کسی که میخواد در کامنتر نویسه نمره را میمونیم ان شاء الله با در روی اکران هم نمره را میمونیم. خودتون زنگ بزنین در فدراسیون روسیه هم هست در تاجیکستان درجه 20 نفر هم هست در موندن خودتون میرین ای پیش برادر میبینین خطی صحبت میکنین پروداکت خواهیم پروداکتش میتین پول خواهیم پولش میتین جا خواهیم جاش تامین میکنین چیزی که برای شما خوب و بهتر باشه برادران. از اون جمله اگر چای خونه هم در اینجا اگه معرکه کردنی باشین گپ زنین ان شاء الله میم نوار میکنیم برادرها را دعوت میکنیم چون که همین ماه شریف رمضان مردم مسلمان ان شاء الله بواری دارم خوب و بهتر میگذرونید دوستان عزیز. در یک بابت برای شما میخوام گپ زنم دوستان عزیز در بابت همین کامنتر در بابت همین گپایی که خوب میگن گپایی که نسبت به گام بزنه برادرجان آخه هر یک چیز حد کنار خیش داره. التماس میکنم ای هر یک کدومتون همه یک بار در آینه نگاه که همه گپ در خودت بگو که خودت وجدان فضولیت بکنه. همین چیزایونه برادرجان همه مونده سخت میرسه همه مشری انسان خوردن برادرجان که میدونم که همه شما ما مخدوم نمیشن برادرجان. 1000 رحمت کسی ما را حرمت میکنه
لک کدام تا که نمیخورم برادر جان یگان چیز نگو. من هر یک کامنترم دارم در یوتیوب اتفید میتون برادر میبینم که از مادر از یک چیز دیگر اخراج کردگی برادر جان. من حیران میشم که حکومت چیکار کردگی برادر جان. شاید این کار یگان تا بود کردگی نباشم، همه تا توری گرفتگی نباشم برادر جان. لک التماس همه هر یک کدام برادرایی که ما را حرمت میکنیم بدونید تماشا میکنید کدامیت که بر ضلال ما میخواین که کامنتر قبیح نیستین همین کارا نکنین برادر جان. با کدام خاطر میگم فردا روز قیامت گناهگار میشن برادر جان. با در اونجا میخیزونات میگن که همین خیل برادر. با همین خاطر از همه احترام خواهش میکنم برادرانی که ما را قدر کردن قیمت کردن ان شاء الله که بشوه، ان شاء الله که خوب میشوه، بهتر میشوه. اینا نگاه کنین زندگی شیرین شمیه. ما در ملک غریبی ما اومدیم همینجا ان شاء الله هزار رحمت با برادرایی که ما را دستگیری کردن دربارمون ایستادن در جواد که حال هستن مینداریم همه جان دا گپ ندارم برادر جان. همین را بس همه شما رسوندم که ان شاء الله که یک پاتیسات دیگه که 400,000 میشه 399,000 یک 400 پاتیس چیگه نمیرسه شاید که اون الکه 400,000 شدن برادر جان. فقط با صبر دوستان عزیز کسی که در افیرای همین اورا با دوستا برای خودتون پاک کنین در حق برادر دعا کنین ان شاء الله در حق هر یک کدوم دعا میشن برادر. اگر ما یگان کم بودی گذشت شد تو همین روز تو همین دقیقه تو همین ثانیه را از همه معذرت میخوام بخشش میخوام چون که بخشش پرسیدن انسان یگان جاش کم نمیشه و تکبر شدن در کار نیست. فقط ما را بفهمین درک کنین دوستان عزیز. الله نگهبان همه تا دوست میدونم که تو همین روز دربار ما بودین 400,000 پاتیس چشیدیم و ان شاء الله باوری دارم که آینده هم دربار ما میشیم. خداوند هممون نگهبان باشه، هممون در راه راست هدایت کنه برادر جان. هزار رحمت کلان همه تا دوست میدارم کسی افیدن یا لایک یا کامنتر را دریغ ندارین دوستان عزیز. الله نگهبان هر یکی ما و شما.